جامعه‌ای رو تصور کنید که هیچ اختلاف طبقاتی توش وجود نداره. همه آدم‌های اون جامعه دارن با هم و برای هم کار میکنن. هر کس هم در حد توان خودش داره کار میکنه و سهم هر کس متناسب با نیازشه. تو این جامعه همه با هم برابر هستن و از همه امکانات جامعه به صورت یکسان بهره میبرن. جامعه‌ای که بر پایه عدالت، آزادی، برابری و برادری شکل گرفته. این جامعه‌ای است که کارل مارکس بنیانگذار مکتب کمونیسم از یک جامعه کمونیستی توصیف میکنه. تو این ویدیو میخوایم بپردازیم به فلسفه کمونیسم و تاریخچه شکلگیری اون و یه مقایسه مختصری هم داشته باشیم با دیگر ایدئولوژی‌های معروف از جمله کاپیتالیسم یا همون سرمایه‌داری. درود میفرستم خدمت همراهان و دوستان عزیز و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. کمونیسم یکی از اشکال سوسیالیسم و به نوعی یکی از زیرمجموعه‌های اونه که در ظاهر تفاوت خیلی زیادی با سوسیالیسم نداره. یه تفاوت‌های کوچیکی بینشون هست که جلوتر بهشون میپردازیم. هر دو مکتب سوسیالیسم و کمونیسم ایدئولوژی‌های سیاسی اقتصادی هستند که مخالف نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی و طرفدار مالکیت عمومی هستند. هدف هر دوی اونا رفع مشکلاتیه که به واسطه سیستم سرمایه‌داری بازار آزاد به وجود اومده و باعث بی‌عدالتی و استثمار طبقه کارگر شده. دیدگاه سوسیالیستی از دوران باستان هم وجود داشته، اما ایدئولوژی سوسیالیسم به معنای امروزیش بعد از انقلاب صنعتی در اروپا و تو اواخر قرن 18 در واکنش به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های نظام سرمایه‌داری ایجاد شد و حرف اصلیش هم این بود که میگفت تو نظام سرمایه‌داری کارگرها که اصلی ترین عامل ایجاد سرمایه هستن و بیشترین کار رو هم میکنن دارن کمترین سود رو از سرمایه تولیدشون میبرن و بیشتر سود به جیب سرمایه دارهایی میره که مالکیت ابزار تولید رو در اختیار دارن. پس میشه گفت سوسیالیسم ایده‌ای بود که به دنبال راهی میگشت برای برقراری برابری و عدالت. حالا در قرن 19 احزاب و گروه‌های مختلفی شکل گرفتن که هر کدوم به نوبه خودشون میخواستن ایده‌های برابری خواهانه سوسیالیسم رو در عمل اجرا کنن. یکی از این جریانات و اتفاقاً مهمترینش کمونیسم بود که مانیفستش تو سال 1848 توسط کارل مارکس و فریدریش انگلز نوشته شد. کارل مارکس که نقش ویژه‌ای در ایجاد مکتب کمونیست داشت، رابطه فرد با ابزار تولید رو فاکتور تعیین کننده طبقه اون میدونست. به عبارت ساده تر، مالکیت به خصوص مالکیت چیزی که بتونه تولید ثروت کنه، طبقه فرد رو مشخص میکنه. به عنوان مثال در نظام ارباب رعیتی، بزرگترین شکاف طبقاتی میان زمینداران و کسانی که برای زمینداران کار میکردن بود. با انقلاب صنعتی این شکاف به شکاف بین کارخانه داران و کسانی که برای کارخانه داران کار میکردن تبدیل شد. مارکس افراد جامعه رو به دو گروه بورژوازی یا همون سرمایه دار و پرولتاریا یا همون کارگران تقسیم میکنه. در نظر مارکس ثروت در یک جامعه سرمایه‌داری به شیوه ناعادلانه تقسیم شده بود. بورژواها بخش اعظم ثروت رو تصاحب میکنن و در ازای ساعتها کار سخت کارگران مبلغ بسیار کمی بهشون پرداخت میکنن. مارکس سودی که بعد از پرداخت هزینه تولید و دستمزد کارگران برای سرمایه‌داران باقی میموند رو ارزش اضافی نامیده و این تفاوت رو نرخ استثمار میخوند. نتیجتاً بورژوازی ثروت عظیمی رو انباشته میکنه، در حالی که طبقه پرولتاریا فقیر و فقیرتر میشن. همینطور این ثروت به طبقه بورژوازی امکان کنترل دولت رو هم میده. مارکس راه نجات کارگران و از بین بردن اختلاف طبقاتی رو براندازی نظام سرمایه‌داری و جایگزینی نهایی اون با کمونیسم میدونست. قبل از بیان مابقی عقاید مارکس، خوبه یه آشنایی مختصری هم با نظام سرمایه‌داری یا همون کاپیتالیسم داشته باشیم. سرمایه‌داری یه نظام اقتصادیه که توی اون اصل و اساسش مالکیت خصوصی و سودآوری نهادها و بنگاه‌های تولید کالا و خدماته. مهمترین ویژگی مثبت نظام سرمایه‌داری رقابت جدی بین شرکت‌ها برای فروش کالای خودشونه که همین رقابت هم باعث پیشرفت و بهبود کیفیت کالاها میشه. صنعت خودروسازی آلمان مثال بارز این مسئله است که رقابت بین کمپانی‌های خودروساز آلمانی از مرسدس بنز و آودی گرفته تا بی ام و پورشه خودروهای این شرکت‌ها را به لوکس‌ترین و بهترین ماشین‌های دنیا تبدیل کرده. نظام سرمایه‌داری در عین حال معایبی هم داره.
منتقدین نظام سرمایه‌داری از جمله سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها میگن چون این نظام اساساً بر مبنای سود و منفعت شخصی پایه‌گذاری شده و هدف اون کسب سود و ثروت به هر قیمتیه، پس چندان مناسب یک جامعه انسانی نیست. از اونجا که تو این سیستم فروش محصول و کسب سود در اولویته، پس فروش هر نوع محصولی جایزه و مهم هم نیست که اون محصول اصلاً مفید هست یا نه، برای محیط زیست مخرب هست یا نه، برای سلامتی انسان ضرر داره یا نه. چیزی که مهمه فروش هر نوع محصولی و کسب سوده. یکی دیگه از معایب مهم نظام سرمایه‌داری اینه که اکثریت پول در دست اقلیتی خاص و اقلیت پول در دست اکثریت مردمه. در نتیجه یک شکاف و اختلاف طبقاتی مالی بسیار بزرگ بین قشر سرمایه‌دار و مردم عادی وجود داره. این اختلاف طبقاتی امروزه در حدی شده که 100 نفر اول دنیا از حیث ثروتمندی مثل ایلان ماسک و مارک زاکربرگ و بیل گیتس و غیره میزان داراییشون بیش از ثروت حدود 3 میلیارد نفر از جمعیت کره زمینه. از طرف دیگه جایگاه اجتماعی افراد متناسب با دارایی و سرمایه‌ای هست که دارن، چیزی که البته کارل مارکس هم میگفت. به عنوان مثال در آمریکا اونی که خیلی پول داره میتونه بره بهترین دانشگاه درس بخونه یا اگر بیمار شد میتونه به بهترین بیمارستان‌ها و متخصصین مراجعه کنه و در مجموع خدمات اجتماعی که هر فرد دریافت میکنه متناسب با میزان داراییشه. یه مثال خیلی ساده تر برای درک بهتر این موضوع مسئله کنکور و قبولی تو دانشگاه تو کشور خودمونه. اونی که پول دارتره میتونه فرزندش رو بهترین کلاس‌های کنکور بفرسته، براش بهترین کلاس خصوصی و کتاب‌های کمک درسی رو بگیره و هر چقدر که هزینه برای قبولی فرزندش نیاز هست رو متقبل بشه. اونی که وضع مالی ضعیف‌تری داره هم شانس قبولی تو کنکور رو داره، اما مسیرش خیلی سخت‌تر و پرپیچ و خم‌تره. اما برگردیم به موضوع اصلی خودمون و فلسفه ایدئولوژی کمونیسم. مارکس معتقد بود نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری محکوم به بی‌ثباتی و بحران ادواری است و دچار شدن به مشکلاتی مثل رکود باعث افزایش بیکاری، کاهش حقوق و افزایش فقر میان طبقه پرولتاریا میشه. در نتیجه اونا بالاخره قانع خواهند شد که منافعشون با منافع بورژواها در تضاده. کارگران که به آگاهی طبقاتی رسیدن ابزارهای تولید و نهادهای دولتی و خصوصی رو تسخیر میکنن و دولتی سوسیالیستی که مارکس اسمش رو دیکتاتوری پرولتاریا میخونه تأسیس خواهند کرد تا از انقلاب در مقابل بورژواها حفاظت کنه. زمانی که این خطر رفع شد نیاز به دولت از بین میره و اون دولت جای خودش رو به یک جامعه کمونیستی بدون طبقه خواهد داد. به عبارت دیگه مارکس معتقد بود که رسیدن به جامعه کمونیستی 2 مرحله خواهد داشت. در مرحله اول جامعه که به تازگی خود را از سرمایه‌داری رها کرده دچار نابرابری اجتناب ناپذیری خواهد شد، اما در مرحله نهایی مشکلات رفع خواهد شد و اون زمان هست که شعار معروف کمونیسم، یعنی از هر کس به اندازه تواناییش به هر کس به اندازه نیازش، رنگ حقیقت خواهد گرفت. ولادیمیر لنین با الهام گرفتن از همین ایدئولوژی کمونیسم انقلاب اکتبر 1917 روسیه رو به راه انداخت و اولین دولت کمونیستی در تاریخ یعنی اتحاد جماهیر شوروی رو پایه‌گذاری کرد و همینم انگیزه شد برای سایر کشورها و به سرعت کشورهای کمونیستی دیگه هم تشکیل شد مثل چین، کوبا، ویتنام و کره شمالی. اما نکته جالب این بود که اون سیستم حکومت کمونیستی در چین با اون سیستم حکومت کمونیستی در شوروی و با اون سیستم حکومتی که تو باقی کشورهای کمونیستی بودن همه با هم فرق داشتن. حالا دلیلش چی بود؟ رهبر هر کشور اون برداشت و نسخه خودش از کمونیسم رو تو کشورش پیاده کرد. برای همین اون سبک از کمونیسم که لنین پیاده کرد لنینیسم نام گرفت. اون نسخه از کمونیسم که استالین پیاده کرد استالینیسم نام گرفت و اون سبکی که مائو در چین پیاده کرد مائویسم نام گرفت و در باقی کشورهای کمونیستی هم به همین شکل. نکته مهم بعدی هم این بود که هیچ کدام از کشورهای کمونیستی اون چیزی که مارکس میگفت رو کامل اجرا و عملی نکردن. گفتیم که مارکس میگفت گذار از نظام سرمایه‌داری شامل 2 مرحله است. مرحله اول دولتی سر کار میاد که مالکیت خصوصی رو لغو میکنه، اعتراض‌ها رو سرکوب میکنه و کارخونه‌ها و ابزار تولید سرمایه رو بین مردم تقسیم میکنه که مارکس ازش به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یاد میکرد و در مرحله بعد
خود اون دولت هم کنار میرفت و یه جامعه آرمانی که همه توش برابر بودن به وجود می اومد و مردم مسائل خودشون رو به صورت دست جمعی حل میکنن و دیگه نیازی به حکومت و دولت هم نیست. اما هیچ کدوم از کشورهای کمونیستی این مرحله دوم از نظریه مارکس که کنار رفتن دولت بود رو اجرایی نکردن. چه شوروی که تا زمان سقوطش دولت مرکزی سر کار بود و چه حکومت‌های کمونیستی دیگه. از بین کشورهای کمونیستی که به وجود اومدن هم تا به امروز فقط 5 تاش باقی مونده که عبارتند از چین، کوبا، کره شمالی، ویتنام و لاوس. مابقی هرچی بوده یا با انقلاب و سرنگونی دولت یا با اصلاحات ساختاری از بین رفتن که دلیلش هم معایب و ناکارآمدی سیستم اقتصادی کمونیست بود. کمونیسم هر چقدر که برای کارگران خوب و مناسب بود اما برای خیلی‌ها هم سیستم مناسبی نبود. در کمونیسم عملاً جایی برای پیشرفت و ترقی وجود نداشت و فرد هر چقدر که ایده‌های خلاقانه و جدید داشت یا بیشتر کار می‌کرد اما حقوق و جایگاهش هیچ تغییری نمی‌کرد. برای همینم خیلی زود انگیزه برای کار کردن از بین میرفت و خیلی‌ها دل به کار نمیدادن. از طرف دیگه توقع افراد در یک جامعه یکسان نیست و خیلی‌ها هستن که زیاده خواهن. به اون چیزی که دریافت میکنن راضی نیستن و قدرت یا ثروت بیشتری میخوان. در نتیجه در چنین جوامعی که قرار بوده همه برابر باشن، برای اینکه این افراد زیاده خواه به خواسته‌هاشون برسن، فسادهای مالی ایجاد میشه، رشوه گرفتنها شروع میشه و روش‌های غیرقانونی دیگه برای برطرف کردن خواسته‌های افراد زیاده خواه به وجود میاد. اما شاید براتون سوال بشه که اگر این سیستم اقتصادی جوامع سوسیالیستی و کمونیستی ناکارآمد بود، پس چین چجوری موفق شد؟ مسئله اینه که چین خیلی زودتر از باقی کشورها متوجه ناکارآمدی این سیستم شد و برای همینم اوایل دهه 1980 ساختار اقتصادیش رو تغییر داد و با خصوصی سازی یه سری صنایع و آزاد گذاشتن رقابت کم کم به سمت کاپیتالیسم رفت. یه اقتصاد مختلط ترکیبی از اقتصاد سوسیالیستی با سرمایه داری. اینم البته بگیم که سیستم کمونیسم با وجود تمام معایبش اما یه سری مزایا هم داشت، علل خصوص برای اقشار کم درآمدتر و فقیرتر جامعه. سیاست‌های رفاهی در کشورهای کمونیستی مثل تحصیل و مراقبت‌های پزشکی رایگان، یارانه اجاره خانه و حمل و نقل عمومی بسیار عالی بود و برخلاف جوامع کاپیتالیستی کیفیت خدمات اجتماعی رو دیگه پول تعیین نمی‌کرد. اونی که وضع مالیش خوب نبود میتونست همون بیمارستان یا مدرسه یا دانشگاهی بره که پولدارا هم میرفتن. خیلی خلاصه اگه بخوایم سیستم کمونیستی رو با سیستم سرمایه‌داری مقایسه کنیم، خوبی سیستم‌های کمونیستی در اینه که خدمات اجتماعی مثل تحصیل یا خدمات درمانی و پزشکی به صورت برابر و یکسان در دسترس همه اقشار جامعه است. اما در جوامع کاپیتالیستی پول افراده که سطح خدمات رو تعیین میکنه. اونی که وضع مالیش بهتره مدرسه بهتری هم میره. اگه بیمار شد پیش بهترین متخصصین تو بهترین بیمارستان ها میره. اما اونی که وضع مالی ضعیف‌تره مدرسه معمولی باید بره. بیمارستان دولتی باید بره که کیفیت خدمات و متخصصینش اصلاً قابل مقایسه با بیمارستان‌های خصوصی نیست. در نظام‌های کمونیستی جایی برای پیشرفت و ترقی وجود نداره. انگیزه برای کار کردن خیلی زود از بین میره. رانت و فساد و رشوه در این سیستم‌ها معمولاً بالاست. انحصار تو صنایع مختلف باعث عدم پیشرفت کالاها و اجناس تولیدی میشه. برای درک بهتر این جمله آخر یه نمونه عینی رو اگه بخوایم مثال بزنیم، دو شرکت خودروسازی در کشور خودمون هست که انحصار این دو شرکت باعث شده هیچ میل و اشتیاقی برای پیشرفت نداشته باشن، چون نیازی هم برای بهبود خودروهای تولیدیشون نمیبینن. چه کیفیت خودروها رو افزایش بدن و چه ندن، بازم تمام خودروهاشون فروش میره، چون مصرف کننده در نهایت راه دیگه هم برای خرید خودرو غیر از این دو خودروساز نداره. اما در جوامع سرمایه‌داری دیگه چیزی به نام انحصار معمولاً وجود نداره. رقابت بسیار بالاست و هر فردی برای دوام آوردن تو این سیستم باید بهترین خدماتی که میتونه رو ارائه بده. از طرف دیگه جا برای پیشرفت تو این سیستم حسابی بازه و همین مسئله اشتیاق در فرد ایجاد میکنه تا برای بالا رفتن بیشتر و بهتر کار کنه. برای فروش محصولش خلاقیت و نوآوری به خرج بده و همین عوامل هم باعث رشد اقتصاد و تکنولوژی در جوامع کاپیتالیستی شده. از طرف دیگه تو این نوع سیستم فرد هر چقدر که بخواد میتونه پول جمع کنه، صاحب کارخونه باشه، 10 تا خونه و ویلا داشته باشه،
هر چند تا شرکت و مغازه و غیره که دلش میخواد راه بندازه. اما در جوامع سوسیالیستی و کمونیستی افراد نمیتونن صاحب بنگاه‌های تولید ثروت مثل کارخونه ها باشن، چون این بنگاه ها در اختیار دولته و نه درآمدشون در حدیه که بتونن زمین و خونه و دارایی اضافی مازاد بر اون چیزی که دارن صاحب بشن. چیزی که دریافت میکنن فقط در حد گذران زندگیه. تو جوامع کاپیتالیستی اختلاف طبقاتی و نابرابری به شدت بالاست. یه سری افراد هستن که ثروت هر کدومشون از ثروت هزاران نفر هم بیشتره، در عین حال که یه سری افراد هم هستن که بی خانمان و کارتون خوابن. تو جوامع کمونیستی دیگه اختلاف طبقاتی در این حد وجود نداره و تقریبا تمام افراد جامعه در یک سطح زندگی میکنن. اما وقتی یه نگاهی به این جوامع مثل جوامع شوروی و کوبا و کره شمالی میندازیم، میبینیم سطح زندگی افراد متوسط رو به پایین و حتی نزدیک به فقره. تو ابتدای ویدیو گفتیم که کمونیسم خودش زیرشاخه‌ای از سوسیالیسمه، اما یه تفاوت‌های کوچیکی بین این دو مکتب وجود داره که خوبه در انتهای ویدیو با تفاوت‌های این دو مکتب هم آشنا بشیم. شعار اصلی سوسیالیسم اینه که هر کس به اندازه توانش کار کند و هر کس به اندازه کارش سهم ببرد. شعار اصلی کمونیسم هم اینه که هر کس به اندازه توانش کار کند اما هر کس به اندازه نیازش سهم ببرد. حالا اینکه نیاز هر فرد قراره چجوری تعیین بشه هم خودش جای سوال و ابهامه که مارکس توضیحی در این مورد نداده. یکی دیگه از تفاوت‌های سوسیالیست و کمونیست تو مسیرشون برای رسیدن به برابری و عدالته. کارل مارکس معتقد بود که تاریخ تمام جوامع تاریخ مبارزات طبقاتیه. در باور اون راه رسیدن به برابری و جامعه مطلوب کمونیستی تنها از طریق انقلاب ممکنه. انقلاب طبقه پرولتاریا یا همون کارگران بر علیه طبقه سرمایه‌دار. اما در تفکر سوسیالیسم برای رسیدن به برابری و عدالت لزوما نیازی به انقلاب نیست و میشه به روش‌های اصلاح طلبانه و دموکراتیک هم به برابری و عدالت رسید. آخرین تفاوت مهم این دو سیستم هم بر سر دین و دموکراسیه. در یک جامعه سوسیالیستی دموکراسی میتونه وجود داشته باشه و اصولاً یک جامعه سوسیالیستی باید دموکراتیک و مردمی باشه. به همین دلیل داشتن دین و اعتقادات شخصی توش آزاده. اما در یک جامعه کمونیستی سیستم تک حزبی و غیر دموکراتیکه و همه چیز تحت کنترل و مالکیت رژیم کمونیستی قرار داره. در جامعه کمونیستی همه ادیان ملغا و منسوخ میشن و فرامین و دستورات حزب کمونیست خودش تبدیل میشه به یه دین که مردم باید ازش پیروی کنن. خیلی ممنون و سپاس از توجهتون تا انتهای ویدیو. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. در انتها یک ویدیوی مرتبط با این ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه که اگر علاقه‌مند بودید میتونید اونو هم تماشا کنید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.